این قابلمه شمالی که قراره توش کته بپزیم و این نارنج و سیر و سبزی‌های معطر و حسیر و دکور شمالی، یعنی امشب قراره یه غذای شمالی خوشمزه درست کنیم. دوستان سلام، مریم امیری هستم و اینجا کانال آشپزی شماست. خیلی خوش اومدین. اینجا مثل یک مدرسه آشپزی از الف تا ی رو به شما آموزش میدم و امشب با یک مرغ ترش خوشمزه گیلانی در خدمتتون هستم. مطمئنم که دوست خواهید داشت. این مرغ ترش رو من برای هر کی درست کردم همه عاشقش شدن و مزهش زیر زبونشون مونده. اولین کاری که میکنم به مرغ نمک و فلفل میزنم. هم از سینه مرغ میتونید استفاده کنید، هم از رون مرغ میشه استفاده کرد، یا به صورت مخلوط میتونید استفاده کنید. معمولا مرغ ترش شمالی تیکه های مرغ درسته داره، یعنی با مرغای خورد شده و اینها هیچ وقت درست نمیشه. اول مرغا رو با نمک و فلفل یک مقدار مزه‌دارشون میکنم. من 2 تا رون مرغ دارم استفاده میکنم و 2 تا هم سینه مرغ. برای 4 نفر ما داریم غذای امشب رو آماده میکنیم. خب ببینید، حالا مرغا رو میذاریم سرخ بشه، بعد من بیام تا این داره سرخ میشه قشنگ سر صبر و حوصله کلی نکته های مربوط به سبزی و بقیه موارد رو بهتون بگم. خب یک کمی روغن میریزم در حد 2-3 تا قاشق و تیکه های مرغ رو توی روغن قرار میدم و سرخشون میکنم. من برای هر نفر یه تیکه مرغ در نظر گرفتم، ولی خب میشه این غذا برای 4 تا 6 نفره، یعنی با این چون یه دونه سینه کامل هست اینو حتی 2 نفر میتونن استفاده بکنن. همینطوری روی حرارت نسبتاً حرارت زیاد باشه که مرغا آب نندازن. هر 2 طرف مرغ باید سرخ بشه. یه دونه پیاز احتیاج داریم. پیاز رو هم کاملا نگینی ریز ریز خورد میکنیم. هرچه پیاز ریزتر باشه بهتره، یعنی اندازه خورد کردنشه، نه اندازه خود پیاز. ما یه دونه پیاز که میگیم منظور یه دونه پیاز متوسط هست. اگر پیاز خیلی زیاد باشه طعم این غذا خوب نمیشه و بوی پیازش زیاد میشه. اگر هم کم باشه باز ممکنه که لعاب خوبی نندازه. به این حالت خب این پیازم آماده، میذاریم کنار تا مرغا که سرخ شدن بعداً پیاز رو سرخ کنیم. خب یه چند دقیقه گذشت و مرغا در حال سرخ شدنن. همینطور که دارن سرخ میشن من میام اینجا بهش یک مقدار خیلی کم زردچوبه هم اضافه میکنم. همین کافیه براش، یعنی فعلا تو این مرحله همین کافیه. بعد مرغا رو برمیگردونم تا سمت دیگه هم سرخ بشه. لازم نیست مرغ رو خیلی سرخ بکنید و رنگ مرغ کاملا طلایی بشه، ولی خب به هر حال از این سفیدی باید در بیاد. معمولا مرغ ترش، کلا غذاهایی که با مرغ هست، گیلانی ها خیلی کم سرخش میکنن، فقط در حد یه تفت دادن، ولی مازندرانی ها اغلب مرغاشون رو حسابی سرخ میکنن تا قشنگ رنگش طلایی بشه. حالا ما این وسط رو در نظر میگیریم. خب ببینین الان تقریبا این مرغ تفت داده شده. حالا من لپه دارم که لپه رو از قبل خیسونده بودم، لپه رو اضافه میکنم به مرغ. یادمه توی یکی از ویدیوها من اینو همینطوری گذاشتم کنار، بعدن که ویدیو رو قطع کردیم اومدم توشو خالی کردم. بیشتر کامنت های اون ویدیو شده این که چرا شما اسراف میکنین، چرا اینا رو خالی نکردید. بعد البته من توی کامنت ها برای دوستان توضیح دادم، خیلی خوشحال شدم از توجهی که دوستان ما به ویدیوها دارن. ولی خب دوستان، ما اگر بخوایم همه این مراحل رو
در حضور شما و جلوی دوربین انجام بدیم یه مقدار ویدیوها دیگه بیش از حد طولانی میشه و یک مقدار کسل کننده، ولی مطمئن باشید ما همه سعیمون رو میکنیم که هیچ اسرافی نکنیم اصلا. و غذاهایی هم که آماده میشه مقدارش که زیاد هست، معمولا حالا بچه‌هایی که میان کمک همه دوره هم یه ناهار یا یه شام میخوریم بعد از ویدیو و بعد اضافه ها همه بسته بندی میشه و بچه‌ها که دارن میرن خونشون تو خیابونای تهران بین بچه‌های کار و اینها تقسیم میکنن، یعنی هیچ وقت اینجا هیچ چیزی دور ریخته نمیشه و اسراف نمیکنیم. خب اینو گفتم خیالتون راحت باشه، من اصلا آدم اهل اسراف نیستم. بچه‌ها ببینین سبزی این لپه رو که ریختیم یک کمی تفت میدیم در این حد، همین کافیه دیگه. تفت دادن زیاد و بیش از حد ما اصلا نیاز نداریم. خب حالا یک کمی آب میریزم، دیگه نمک اضافه نمی‌کنم چون همون نمکی که به مرغا زدم کافیه این آب. و حالا باید بذاریم درشو بذاریم تا بجوشه و شروع کنه به پختن و ما بریم سر وقت سرخ کردن سبزی. سبزیایی که برای مرغ ترش لازم داریم تره، جعفری، گشنیز و نعنا هست. حالا اینا سبزیایی هستن که معمولا هر جایی پیدا میشه. دوستانی که خارج از ایران هستن احتمالاً تره ممکنه نتونید پیدا بکنید، به جای تره میتونید اصلا کاملا حذفش بکنید. خیلی نمیتونم بگم جاش، خیلی از دوستان توی ویدیوهایی که تره داریم گفتن که ما چون تره در دسترسمون نیست به جاش از پیازچه استفاده میکنیم، ولی دوستان با پیازچه هم به نظر من کاملا خوشمزه میشه. ولی خب طعم تره یه چیز دیگه است. اگر تره خشک میتونید پیدا بکنید که دیگه اونو فکر میکنم همه جا بتونید پیدا کنید، یا از ایران میتونید تهیه کنید بگید عزیزانتون براتون بفرستن، یا اصلا بگید خودم براتون میفرستم. از خشکم میتونید استفاده بکنید، ولی بهتره که پیازچه و اینها خیلی جایگزینش نکنید. این سبزی ها رو کاملا ریز ریز خورد میکنیم. ما علاوه بر این سبزی هایی که خدمتتون عرض کردم و گفتم، علاوه بر اینها ما احتیاج داریم به یه مقدار سبزی های معطر شمالی مثل چوچاق و ترشه‌واش و خالواش که اینها رو من به صورت خشکش رو دارم. اول اینو سبزی رو خورد میکنم، بعد بهتون میگم که موقع استفاده کردن از سبزی‌های خشک چه موقعیه. خب من مرغا رو گذاشتم اون طرف رو اون شعله کوچیکه که آروم آروم بپزه. اینجا که حرارت بیشتره یک کمی روغن میریزم، دیدین کم بریزید. بعد اول پیاز رو بهش اضافه کنید، پیاز رو تفت بدید. اگر پیازداغ آماده دارید از پیازداغ آماده هم میشه استفاده کرد، چون پیازداغ معمولا عطرش فوراً از بین نمیره مگر اینکه خیلی طولانی مونده باشه. یه ذره من حرارت رو هم بیشتر میکنم. این پیاز تقریبا سرخ که شد، یعنی حالت نیمه سرخ که شد، بعدم سبزی باید سرخ بشه. ولی کاری که من برای راحت تر شدن انجام میدم اینه که این پیاز رو دیگه سبزی رو توی تابه جدا تفت نمیدم. یک کم آب پیاز کشیده شد، بعد سبزی رو هم به همین مواد میخوام اضافه کنم و دیگه هر دو رو با هم سرخ میکنیم. خب پیاز که تقریبا شروع کرد به طلایی شدن، دیگه من سبزی رو اضافه میکنم و همینجا توی همین تابه سبزی رو هم سرخ میکنم. هم میزنیم. سبزی باید قشنگ سرخ بشه، یعنی هرچه سبزی مرغ ترش بیشتر سرخ بشه این روغن و در حقیقت روغنی که روی خورش قرار میگیره و رنگ و روش به سیاهی بیشتری میزنه و قشنگتر و جا افتاده تر و مجلسی تر میشه. خیلی سبزی رو هم نزنید، مخصوصا توی اوایل کار بذارید حرارت زیاد باشه که سبزی آب نندازه و حسابی سرخ شه. خب ببینید سبزی مثل قرمه سبزی در همون حد باید سرخ بشه. زمانی که این سبزی سرخ شد، من یه مقدار سبزی‌های شمال رو دارم که بیشترش همون خالواش یا کاکوتیه. یک کمی این رو هم بهش اضافه میکنم، چون
عطر و بوش رو خیلی خیلی بهتر میکنه. چند لحظه هم اینو تفت میدم و بعد سیر رو بهش اضافه میکنم. حدود 3 تا حبه سیرم من اینجا به سبزی اضافه میکنم و یه ذره خیلی کم سیر رو همراه با سبزی تفت میدم. ولی سیر نباید سرخ بشه، یعنی مرغ ترش ما نباید مزه سیر سرخ شده داشته باشه. دیگه الان خوبه. اینو من میذارم کنار. بهتره که مرغو بیارم این طرف که بهتر دم دستمون باشه. الان مرغا و لپه نیم پس شدن. حالا که نیم پس شدن ما بهش سبزی ها رو اضافه میکنیم و یه هم میزنیم. همینطوری روی حرارت رو دیگه کم میکنیم تا قشنگ جا بیفته. روی حرارت آروم آروم بمونه، سبزی ها قشنگ باز بشن. درش رو هم از اینجا به بعد به صورت نیمه باز میذارم که خوب کمک میکنه به جا افتادنش. خب چاشنی مرغ ترشم که آب نارنجه. الان هم که نارنجا نوبریان حسابی ترشن. من فکر میکنم برای این خورش ما مرغ ترشمون همین 2 تا دونه نارنج کافی باشه. حسابی هم پر آبن. دوستان آب نارنج همیشه سعی کنید نگه دارید برای بهار و برای تابستون که فصلش نیست. نارنج رو اگر میخواین که طولانی آب نارنج رو نگه دارید، حتما بعد از اینکه آبش رو گرفتید صافش کنید. بعد این رو اگر که همینجوری صاف کرده بخواید داخل یخچال نگهداری کنید، حدود 1 ماه اینطورا میمونه. خارج از یخچال هم که خیلی نمیشه نگهش داشت. برای اینکه آب نارنج رو بتونید 1 سال نگهداری کنید باید بجوشونیدش. حدود 7-8 دقیقه آب نارنج رو که بجوشونید، بعد از خنک شدن توی بطری بریزید. دیگه احتیاج به یخچال هم نداره و تا 1 سال میتونید حتی بیشتر توی دمای معمولی محیط نگهش دارید. خب یه سر بزنیم، آب نارنجش رو بریزیم. خب. آب نارنج رو بهش اضافه میکنم. همیشه قبل از اینکه اضافه کنید بچشید. اگر که نارنجی که استفاده میکنید خیلی ترشه، بهتره که زیاد نریزید. خب تو این مرحله الان ما باید تصمیم بگیریم که خورش مرغ ترشمون با تخم مرغ باشه یا بدون تخم مرغ. خیلی ها تو این مرحله بهش تخم مرغ هم اضافه میکنن، یعنی یه دونه تخم مرغ رو میشکنن، حالا یه دونه یا 2 تا میشکنن داخلش، درش رو میذارن و تا تخم مرغ هم پخته بشه. ولی به نظر من اگر تخم مرغ نباشه انگار که این خورش خوشمزه تر و رسمی تر میشه. حالا باز این انتخاب شماست، چون هر دو حالتش رو تو گیلان و مازندران درست میکنن، هم با تخم مرغ هم بدون تخم مرغ. خب به به، از زمانی که شما آب نارنج رو اضافه کردید حدود 3-4 دقیقه یا حد اکثر 5-6 دقیقه دیگه بجوشونیدش. الان دیگه مرغ ترشمون آماده است. به به، جای همتون خالی. یکم از این مواد زیرش بریزم، بعد مرغا رو بذارم روش. بقیه رو گفتیم که توی بعضی مناطق بدون لپه هم درست میشه، فقط با سبزی و سیر و اینها. توی یک سری مناطقم با لپه، بعضی جاها تخم مرغ بهش اضافه میشه آخر کار. تو خیلی از مناطقم اصلا تخم مرغ استفاده نمیشه داخلش. خب اینم بذارم براتون. به به دوستان، واقعا عطر و بوی این سبزی‌ها همراه با نارنج و اینها عالیه، عالی. جای همتون خالی. در کنارش زیتون یا زیتون پرورده براتون بگم، سیر ترشی و کلن مخلفات شمالی فراموش نشه. امیدوارم درست کنین، دوست داشته باشید و نوش جونتون باشه.